ویسی قرنی که یکی از جمله تابعین بود، شخصیتی بود که مستجاب دعا بود. جناب پیامبر گفتن از روی خدمت مادرش مستجاب دعا شد. شرط برای حج این یعنی که پول حلال است. انسان باید از مال حلال، از نفقه و پول حلال حج کنه. حجش یعنی که در اون لحظه ها و حالت های طواف و عبادتش گفتن این شخصیت از اون ثواب حجش فقط و فقط جنت از خود میکنه. در برابر ثواب حج خداوند اسرافکارها را دوست نمیدارد. در قرآن ما را امر کرده است که از یک شخصیت دعا پرسیدن ممکن نیست. میگفتن که خود راستکی دعا کن. فقط کاری مردم خبر بردن و خبرکشی و خبرچینی و شوراندازی و فتنه اندازی که یعنی دردمند هستند. وقتی نزد اونها رفته بیمار بینی از اونها دعا پرسه، گفتن دعای اونها مثل دعای ملائکه است. بعض انسان ها هست که حضرت آدم قدش چند متر بود، چیکار میکنه قد حضرت آدم؟ تو سوال کن که در نماز چی چیز فرض است. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم دامنا جان، آیا از یک نفر دعا پرسیدن ممکن است یا نه؟ که در حق من دعا کن. البته را ممکن است، درست است. البته را بعض انسان ها چنین اعتقاد داشتن که از یک نفر، از یک شخصیت دعا پرسیدن ممکن نیست. میگفتن که خود راستکی دعا کن. البته را بعض انسان های داریم، ما بعض شخصیت های داریم که اونها مستجاب دعا هستند. بعض انسان های صالح، بعض انسان های پرهیزگار، بعض انسان های دوستی خدا، وقتی اونها دعا کردن دعای اونها را خداوند قبول میکنه. از چنین شخصیت ها البته را دعا پرسیدن ممکن است، درست است. چون که ما روایت های زیاد داریم. حتی روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی حضرت عمر و حضرت علی و دیگر صحابی ها هم بودند، به سوی اونها خطاب کردند که یعنی وقت شما ویس دیده، ویسی قرنی که یکی از جمله تابعین بود، شخصیتی بود که مستجاب دعا بود. جناب پیامبر گفتن از روی خدمت مادرش مستجاب دعا شده است. در مادر با چنان خدمت کرد، مادر از خودش راضی گردان، از مادر دعا گرفت، این شخصیت مستجاب دعا شد. هر دعایی میکرد خداوند دعاش قبول میکرد. جناب پیامبر با سوی حضرت عمر، حضرت علی گفتن که ای عمر علی، گفتن شما ویس میبینه، وقتی ویس قرنی را دیده از او دعا بپرسه، از او بپرسه که در حق شما دعا کنه، در حق شما طلب مغفرت کنه. ببینه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن. حتی ما روایت داریم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که بار من قصد عمره کردم، از مدینه قصد کردم که به مکه مکرمه را حج عمره روم. از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت اجازت پرسیدم، حضرت گفتن که ای برادر، گفتن در دعاهای خوب بود من فراموش نکن، یعنی در حق من دعا کن. جناب پیغمبر از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دعا میپرست. حتی ما روایت های داریم که جناب پیغمبر خودشان از انسان های سال رفته، یعنی پیرزن ها و پیرمرد ها، شخصیت هایی که موی سفید دارند، از اونها دعا میپرسیدن. چی خوب میشود، بهتر میشود شما هم باشه برادر عزیز، از انسان های صالح، از انسان های سال رفته، خصوصا از پدر و مادر که ما روایت داریم جناب پیامبر گفتن که سه گروه مردمی هستن که خداوند دعاشون رد نمیکنه. یکی از اونها پدر و مادر در حق فرزند هر دعای کرد، دیگرش دعای مظلوم، دیگرش دعای مسافر. یعنی از این نفرها گفتن دعا بپرسه، یا اینکه دعای اینها حتما در درگاه خداوند قبول میشه. البته در روایت ها چنین هست، دعا پرسیدن ممکن است، یگان مانعیت و نادرستی نداره. خب حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم از انسان‌های بیمار، شخصیت‌هایی که یعنی دردمند هستند، وقتی نزد اونها رفته بیمار بینی از اونها دعا پرسه، گفتن دعای اونها مثل دعای ملائکه است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای اونها مثل دعای ملائکه است. حتی ما روایت داریم که روز از روزها حضرت عایشه مادر میفرمایند که جناب پیغمبر را دیدم که بسیار چهره کشاده داره، وقتی خوش داره، چقدر خرسند شاد است. میگه از حضرت پرسیدم، گفتم یا رسول الله در حق من دعا کن. حضرت گفتم در حق من دعا کن. میگه حضرت بعد از اون در حق من دعا کردن، گفتن ای پروردگارا گناههای عایشه را، گناهی آشکار و پنهان، گناهی کرده و ناکرده، گناهی اول و آخر، همه گناههای عایشه را مغفرت کن. پروردگارا گناهاش ببخش. میگه وقتی جناب پیغمبر چنین دعای زیبا در حق من کردن، بسیار شاد شدم. گفت
بعد از آن گفت خود ما در آغوش جناب پیامبر انداختم، مثل کودک در آغوش مادرش یعنی خچه می اندازه می پرتایا، این چنین میگه از خوشحالی از سرما میگه در آغوش جناب پیامبر گذاشتم. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ای عایشه این دعای من اینقدر تر تاثیر کرد، یعنی اینقدر شاد شدی خرسند شدی از دعای من؟ میگه گفتم یا رسول الله من چی نوع خرسند نشوم؟ چی قدر دعای زیبا در حق من کردی؟ جناب پیامبر گفتن قسم به همون ذاتی که اختیار جانم در ید قدرتش است، این دعا دعایی است که بعد هر یک نماز در حق امتام دعاش میکنم. این دعا دعایی است که بعد هر یک نماز در حق امتام گفتن این دعا را دعا میکنم. یعنی که البته درست است برادر عزیز، دعا کردن بهتر است برای انسانیت. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم برادر جان، درباره ثواب حج یک چیزی میگفتید، آیا حج کردن چی ثواب دارد؟ حج برادر عزیز یکی از رکنهای اسلام است. هر حج یکی از ستونهای دین است. حج امر فریضه است، البته برای انسانهای دارنده در عمر یک بار فرض است که انسان دارنده شخصیتی که شرایط داره، یعنی رهپولی داره و خوراکه داره، هم قدر پولش میرسه که حج رفته گشته بیاید. این فرض است برادر عزیز و ثوابش هم خیلی ثواب بزرگ است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. گفتن حج مبرور، حج مقبول، حجی که او چی قدر به نازکی ها و به خوبیاش ادا میابه، یعنی به جا میآید، گفتن اون جزاش یعنی ثوابش فقط و فقط جنت است. انسانی که حج مبرور کرد، حج کرد که چی قدر به خوبی ها، به تقوا، به احتیاطکاری کسی را آزار نداد، یگان جنایتی نکرد، یگان گناهی نکرد، یعنی در این سفری حجش یا اینکه در اون لحظه ها و حالت های طواف و عبادتش، گفتن این شخصیت از اون ثواب حجش فقط و فقط جنت از خود میکنه. در برابر ثواب حج خداوند جنت براش نصیب میگردن. در روایت دیگر حضرت گفتن که من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. گفتن هر انسانی که رفت حج کرد، مثلا حج فرضی کرد، در دوام حجش یگان نوعی گناه نکرد، به کسی جنجال نکرد، کسی را آزار نداد، یعنی یگان جنایتی نکرد، وقتی که از حج باز میگرده به سوی خانش میآید، حضرت گفتن از گناه پاکیزه میشود مثل روزی که از مادرش تولد شده بود، یعنی مثل روزی تولد شدنش از گناه این چنین خالی و پاکیزه بیرون میشود. حضرت گفتن و حج برادران عزیز شرط ها داره برای قبول شدنش. حاجی که حج رفت، حج کرد، گشت آمد، در او یگان تغییرات نشد، دیگرگونی نشد. نشانه های قبول شدن حج همین است که انسان وقتی از حج گشت آمد اصلاح می شود، بعضی فعل و رفتار و کردار بچه ترک میکنه، در او خصلت های خوب یعنی تقوا، پرهیزگاری، خدا ترسی، احتیاطکاری، خوش اخلاقی پیدا می شود. انسانی که از حج گشت آمد، یعنی حج کرد و گشت آمد، در او تغییرات و دیگرگونی نشد، دوستای خدا میگن که البته حج این نفر این شخصیت قبول شدگی نیست. و شرط برای حج این یعنی که پول حلال است. انسان باید از مال حلال، از نفقه و پول حلال حج کنه. چون که انسانی که از راه حرام، یعنی از پول شبهناک و ناپاک و حرام حج رفت، حضرت گفتن وقتی او شخصیت البته وقتی احرام بستن و نیت کردن، وقتی لبیک میگفته، لبیک معناش این است که پروردگار در خدمت تو من قائم هستم، این لحظه امر تو را به جا میارم، این لحظه من احرام بسته شدم برای امر تو را ادا کردن، این لحظه میگه از جانب پروردگار براش جوابی رد میشده است، میفته لا لبیک ولا سعدیت، میفته امروز لبیکت هم با من در کار است، یعنی که این حج تو هم حج مقبول نیست، حج مبرور نیست. میفته به چه خاطر؟ به خاطر میفته که طعام و شراب و یعنی اون پولی که صرف کردی و به سوی حج آمدی این از راه حرام بود، پول حرام بود. اما اگر حلال باشه، از راه حلال باشه، رب العالمین به سوی جواب میفته که لبیک و سعدیک، میفته لبیکت هم قبول داریم، بیای خوش آمدی، میفته طعامت حلال بود، شرابت حلال بود، این راه پولی که صرف کردی آمده اینها حلال بودن، حج تو حج مقبول است.
غیر حج گناه. یعنی رب العالمین این جمله مردم قبول میکرد. البته برادر عزیز، حج یعنی فرضی، این فرض است، خیلی ثواب بزرگ داره. یکمش این که در برابر حجش خداوند جنت براش نصیب میگردانه. دوم که از گناه پاکیزه میشوه، مثل روزی که از مادرش تولد شده بود. ثواب خیلی بزرگ داره. این روزها هم روزهای حج هستند. یعنی ایام حج، روزهای حج 70 روز هستند. بعد از عید رمضان تا روز عید قربانه، یعنی که اینها را ایام حج میگویند. و خصوصا اون 10 روزه که یعنی پیش از روز عید یعنی قربان است، اون روزها روزهای مخصوصی هستند که در اون روزها عملهای حج انجام می‌یابند. البته را ثواب خیلی بزرگ داره برادر عزیز. اگر شرایط شما متاسفانه امروز راه ها همه بند شدن، دعا کنید که خداوند دوباره راه ها را گشاده کنه تا اینکه مردم ما از زیارت خانه خودش و از زیارت روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهره ور شوند. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم استاد جان، حدیثه که خداوند از 3 چیزی ما راضی می شود و 3 چیزی ما را بد می بیند، التماس معنا می کردید. اکنون برادر عزیز، ما چنین روایت داریم که این حدیث مسلم است، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است. حضرت فرمودند که ان الله تعالی یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. گفتن الله رب العالمین از شما 3 چیز دوست می‌داره و 3 چیز بد می‌بینه. یعنی 3 چیزی ما را خداوند دوست می‌داره و 3 چیز بد می‌بینه. حضرت گفتن 3 چیزی که دوست می‌داره، حضرت فرمودند فیرضی لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. 3 چیزی که خداوند از ما امت اسلام دوست می‌داره، یکمی از اون این است که ما فقط و فقط پروردگار را به یگانگی عبادت کنیم، فقط بنده او باشیم، سرمون نزد هر شخصیت خم نباشه. یعنی که فقط معبودی بر حق، خالقی بر حق، صاحبی واقعی و حقیقی الله رب العالمین بدانیم، توکل به او داشته باشیم، از او بترسیم، هر چیزی که طلب داریم از او فقط طلب کنیم. یکم چیزی که خداوند از ما دوست می‌داره این که او الله رب العالمین ما عبادت کنیم، بنده او باشیم، بندگی او را به جا بیاریم. ولا تشركوا به شیئا، یگان چیزی را در برابر الله رب العالمین شریک نگردانیم. دوم چیزی دوست می‌داره، یکم دوست می‌داره که بندگیش کنیم، بندش باشیم. دوم دوست می‌داره که یگان چیز در برابر عبادت و بندگی پروردگار شریک نگردانیم، فقط و فقط یعنی بنده او باشیم، بندگی او را به جا بیاریم، به سوی او یعنی دست برداشته از او طلب کنیم. و سوم چیزی که خداوند از ما امت اسلام دوست می‌داره، حضرت گفتن و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و اینکه همه ما امت اسلام در رسمان خدا مفسرها گفتن این قرآن خدا هست، بعضی از مفسرین البته را گفتن دین خدا هست. یعنی که ما همه مؤمن و مسلمان در دین خدا، در قرآن خدا چنگ بزنیم، همه یک جایه باشیم، مثل یک جسم، یک جان، یک تن باشیم و تفریقه و پراکنده و پریشان نشویم. چنانچه که متاسفانه امروز اکثر امت اسلام رو میبینی گروه به گروه، عقیده به عقیده، رویه به رویه جدا شده است. یعنی که چنین نباشیم. رب العالمین دوست می‌داره که ما همه یک جا. در قرآن میگه انما المؤمنون اخوة، مؤمنها برادر هستند. المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. یعنی الله دوست می‌داره ما همه یک جای باشیم، یعنی جدا نکنیم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. جناب پیامبر حدیث مبارک شونه این مولانا در نظم آورده، جناب پیامبر تا ما آمدیم که مردم همه را به همدیگر وصل کنیم، به همدیگر جمع کنیم. ما وقت تاریخی زمان دور جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوانیم، در کنار جناب پیغمبر همه قریش نبودن، همه مکگی نبودن، همه عرب نبودن. سلمان فارس بود، بلال حبش بود، صهیب رومی بود. از یعنی تمام دنیا در کنار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه جمع زده بودن، همه یک جایه بودن. به خاطر که
احساسی بیگانگی نداشته باشند. جناب پیامبر میگفتن ای سلمان اهل بیت و سلمان من آل البیت، سلمان اهل بیت من است. حضرت بلال میگه ای بلال بخی ما را راحت ببخش، از آن بگو از صدای تو ما راحت پیدا میکنیم. به چه خاطر؟ به خاطر محبت در جمعیت در بین همدیگر زیاد شده. الله بزرگوار این سه چیز از ما دوست می داشته است. یکم بنده او باشیم، بندگیش به خوبی به جا بیاریم، بنده نفس و شیطان و دنیا نباشیم، بنده پول و مال نباشیم، بنده خواهشات نباشیم، فقط و فقط بنده الله باشیم. دویم چیزی که دوست می داره این است که ما در برابر عبادت و بندگی الله، در برابر اطاعت و فرمانبرداری الله یگان چیز شریک نگردانیم. شریک گردانان میدونی برادر عزیز چیه؟ در وقتی کار پیشینه قضا میکنی کو کار در برابر عبادت خدا شریک گردانده ایستاده ای. شریک گرداندن در برابر امر و فرمان برداری پروردگار یک گناه و معصیت کردن است. رب العالمین این چیز از ما دوست نمیداره. و سوم دوست میداره که ما همه در دین خدا، در قرآن خدا چنگ بزنیم، یک جایه باشیم، همه مثل یک جسم، یک تن، یک جان، مثل یک فرد، یک نفر باشیم. این سه چیز الله رب العالمین از ما بنده هاش دوست می داشته است. و سه چیزی که دوست می داشته بد می دیده است: و یکره لکم قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال. سه چیزی که خداوند از ما زیاد بد می دیده است، یکی از اونها گفت و گفتند که متاسفانه این بسیار است. یک انسان در یک جا میشینه میگه در فلان جا چنین گپ گفت یا اینکه چنین گفتن. فقط کاری مردم خبر بردن و خبرکشی و خبرچینی و شوراندازی و فتنه اندازی شده است. این چیز الله از ما بنده هاش بد میدیده است. وقتی یک انسان یک جا شید گویا که در فلان جا بودیم فلانی فلان گفت، مثلا به خاطر در بین دو گروه یا اینکه دو شخصیت جنگ انداختن، خفگی انداختن، جداگی انداختن، وقتی سخنی یک انسان به یک جا را بردن، ایرا خداوند حتی در قرآن معنی کرده است که ولا تجسسوا، شما یعنی سخنچینی نکنه، جاسوسی نکنه، سخنی یک کس برای جنگ انداختن، برای یک کس به یک کس جدا کردن، زید انداختن به یک جای دیگر نبره. پروردگار بد میدیده است در صورت حالتی که ما در یک جا نشستیم بگیم که فلانی چنین گفت یا اینکه فلان جا چنین گفتند. این چیز بد میدیده است. و کثرت السؤال، بسیار سوالی بی معنا کردن. مثلا حالتی میشه انسان در یک جا میشینه، یک انسان یک سوال هایی میده که تماما همون سوال ها ضرورت نیستند. مثلا یک بعض انسان ها هست که حضرت آدم قدش چند متر بود، چه کار میکنه قد حضرت آدمه؟ تو سوال کن که در نماز چی چیز فرض است، ضروریات ایمان و دین چی هست. یک چیزی را بپرس که برای منفعت و برای فایدت باشه. سوال زیاده که معنا نداره این پرسیدنش یعنی رب العالمین بد میدید است. اصل سوال باید به خاطر اصلاح باشه. یک انسان مثلا یک مسئله را نمیدانست، یک کار را نمیدانست که گناه است، بد است، ناخوب است، تا وقتی نادانستنش براش عذر بود و معذور حساب میخورد، گناهش اون قدر گران و وزوین نبود. اما وقتی که فهمید، وقتی که دانست، یک کس پرسید که همین مسئله چه خیلی است، وقتی گفت که گناه است، نادرست است، معنی است، وقتی که دانسته انجامش داد، خیلی یعنی گناهش بزرگ است، عذابش سخت است. حتی ما روایت داریم در روز قیامت وقتی خداوند اهل علم ها را، عالم ها را مؤاخذه میکرده، سختگیری میکرده، اونها را حکم برای عذاب میکرده است، اینها را ناراضی میشدن. میگفتن این پروردگار ما اهل علم بودیم، عبادت میکردیم، درس میگفتیم، نصیحت میکردیم. رب العالمین با سوی اینها خطاب میکرده، میگفته لیس من یعلم کمن لا یعلم. میگفته امروز برابر نیست عذاب و جواب شخصیتی که میدانه با او شخصیتی که نمیدانه. یعنی انسانی میدانستگی جوابش سخت‌تر است، عذابش سخت‌تر است، پرسشش چقدر سخت‌تر است. به همین خاطر رب العالمین زیاد سوال کردن هم از بنده بد میدیده است، یعنی دوست نمیداشته است. و سوم چیزی که رب العالمین از ما بد میدیده است و اضاعت المال،
مال چقدر صرف و خرج زیاد کردن که متاسفانه امروز اسرافکاری ها خیلی زیاد هستند، چی از محفل و معرکه ها باشه چی از دیگر امروز اسرافکاری خیلی در جامعه زیاد است. خداوند اسرافکارها را دوست نمی‌دارد. در قرآن ما را امر کرده است که کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما بخوره بنوشه اسراف نکنه، چون که الله رب العالمین اسرافکارها را دوست نمی‌دارد. یعنی که مال در راه بد، در راه گناه، در راه معصیت، در راه اسراف صرف کردن، ایچ الله رب العالمین از بنده دوست می داشته است. به این خاطر هر انسان باید که یعنی حد داشته باشه، چقدر احتیاط کنه، چقدر احتیاطکار باشه. یعنی که این سه چیزه الله رب العالمین از بنده هاش بد می دیده است.